سلام و عرض ادب خدمت بینندگان عزیز و چنل یوتیوب بنده. خوش اومدید. باید تحلیل بیت کوین اومدیم سراغ. خب دوستان، از تایم فریم ماهیانه شروع میکنیم. ماهیانه هنوز بسته نشده، الکی فقط دادم بهت نگاه میکنه. هفتگی این کندل بد بسته نشد ولی نزولی بسته شد، یعنی این کندل نزولی بسته شد، یعنی به نفع فروشنده ها بود. ولی کندل بعدی تا الان خیلی خوب بسته شده. کنید بازار تا 89,000 اومده، ولی انقدر خریدارا قوی بودن برگردوندنش بالا. یعنی چی؟ بس خریدارا اینجا قویه. روزانه رو نگاهی میندازیم. خب روزانه رفت فیک کرد پایین، یعنی رفت یه کندل پایین برگشت بالا. این سه تا کندل رو نگاه کنید. یعنی چی؟ یعنی خریدار ضعیفه. یادتونه میگفتم اینجا پایان سایکل نیستش، چون اصلا پایان سایکل نیست. هنوز خیلی باید بیت کوین به نظر من بره بالاتر. بعد روی 100 مثلا 20,000 باید بگیم که شاید بیت کوین یه اصلاح عمیق بزنه. من فکر کنم از همین جا میتونه برگرده و خودشو برسونه به این محدوده، یا یه خط روندی که اینجا وجود داره. آره به اینجا هم میتونه خودشو برسونه، مثلا به اینجا، به همین خطی که انداخت. 4 ساعته. خب دوستان، دیروز اگه یادتون باشه ما یه دونه نقطه ورود بهتون دادیم، این 2 تا نقطه ورود دادیم. یکی این که آقا اینجا اگه اومد پوزیشن شورت بگیرید، و یکی این که اینجا جای ریسکیه بود یادتون باشه، و یکی که اینجا اگه اومد که اگه هر کدوم رو گرفته بودید تا اینجا بهتون مطمئنن سود داده. یعنی اینجا میگرفتید استاپتون هم میذاشتید مثلا این بالا، باز هم سود میکردید. آربار 1/2 و حتی 1/3 هم میتونستید بگیرید اینجا با یه نقطه ورود خوب. مثلا اینجا پوزیشن میگرفتید، استاپ لاستون هم بالای همین باکس میذاشتید تا این پایین آربار 2 رو میگرفتید راحت. نکنید آربار 2.32 میگرفتید. ولی اگه وای میسادید با این شکست میگرفتید فکر میخوردید، یعنی یه چیزیه که واقعا میخوردید دیگه، دست خودتونم نبوده، فکر کرده بازار. ولی دیروز کاش اینو بهتون میگفتم. ببینید همیشه بازار وقتی یه نقطه ای رو، یه نقطه مهمی رو میشکنه و بر میگرده، بهترین نقطه وروده برگشت و ریورس به این خطی که داشتیم، خط حمایتی که داشتیم. نکنید اینجا یه خط حمایتی داشتیم، بازار ریخته شکسته این سطح و بعد ریورس کرده به سمت بالا. یعنی چی آقا؟ فیک کرده، رفته نقدینگی ها رو جمع کرده این پایین و برگشته. مثل اینجا. بذارید براتون بریم تو تایم فریم 1 ساعته، بهتر میتونم توضیح بدم. مثل اینجا نکنید اینجا چرا میگفتن آقا کف این چنل شکسته میشود؟ چون اینجا بازار رفته فیک کرده، این نقطه رو شکونده اما نرفته بالا و از همین بالای ریخته بشه. اینجا میگیم فیک بریک اوت. شما راحت میتونستید همینجا اگر این استراتژی رو بلد بودید میتونستید همینجا پوزیشن سلتون رو بگیرید با برگشت به این قیمت، یا اصلا وقتی مومنتوم نزولی میدید میگرفتید. ولی اینجا مثلا سیف تره. مثلا دیروز هم شما میتونستید راحت با همین کندل ها پوزیشن لانگتون هم بگیرید. چرا؟ چون بازار فیک کرده. بذارید این 2 تا خط رو بردارم دیگه، به درد ما نمیخوره. بازار چی کرده؟ فیک کرده، رفته برگشته و پوزیشن بسیار عالی میده، یعنی وین ریت بالایی داره، از 10 تا 9 تاش میگیره. بازار بره پایین فیک کنه بیاد بالا، بسیار وین ریت بالایی داره. خب حالا ببینیم بازار میتونه تا کجا برگرده. به نظر من این موج صعودی داره شروع میشه، یعنی میتونه حرکت های بالاتری هم داشته باشه. من
خودم به شخصه عدد 120,000 اینجا خیلی برای من مهمه. این نقطه برای من خیلی مهمه به شخصه و فکر می‌کنم بازار تا این ماه تا برسه به اینجا، به زودی برسه به اینجا و آلت کوین ها سود بسیار خوبی بدن. یادتون باشه آلت کوین هم بهتون گفتم اثبات، اگه ریسکشو میپذیرید بخرید. اگه خریده باشید همین الان آلت کوین ها تو سود هستی، چون آلت کوین ها خوب رفتن بالا، بعد نرفتن بالا همین دیروز پیروز، ولی بیشترم میرن بالا. بذارید یکم دامیننس نزولی بشه، بیشترم آلت کوین ها سود میدن. خب حالا که بازار اومده اینجا، نقطه ورود بهتون بدم. ببینید نقطه ورود به اینجا دادن، همین نقطه ورودشه، همینجا نقطه ورودشه. اگر ریسکشو میپذیرید برید بگیرید، میارزه. ببینید تهش یه استاپ خوردنه. آدم اینجا استاپ نخوره کجا بخوره؟ این خیلی مهمه الان که بازار به این خوبیه و مومنتوم چش میگن پول توشه. آدم استاپ نخوره کی بخوره؟ پس توی مثلا اینجا استاپ بخوره، برم هفتگی بهتون نشون میدم. اینجا استاپ بخوریم، اینجا نمیارزه. آدم باید اینجا استاپ بخوره، اینجا استاپ بخوره، نه که توی رنج بازار استاپ بخوره. بخاطر همین اینجا یه جاییه که میارزه برید بگیرید، تهش استاپ خوردنه. با مدیریت سرمایه خیلی مهمه دوستان. یعنی مدیریت سرمایه مهمترین چیزیه که توی بازارها باید بهش عمل کنید. چی آقا؟ بذارید اینم بهتون توضیح بدم. ببینید مدیریت سرمایه، پولی که شما دارید ضرب داره ریسکی که میکنید مساویه x ضرب در لیورج ضرب در استاپ لاستون. استاپ هم هستش. خب حالا بذار من یه توضیح بدم، شاید الان هیچی ندونید. ما $100 ما $1000 پول داریم، مثلا 1 2 3 تا این $1000. ریسکمون چقدره؟ میگیم آقا اگر این پوزیشن من استاپ بشه از $1000 چند دلارم بپره، چند درصدم بپره. $1000 میگیم آقا ما ریسکمون بالاست، مثلا 3% ریسک میکنیم. میذاریم چقدر؟ میذاریم 3 اینجا مساوی x همون پولی هستش که باید تو پوزیشن بزنی، لات سایز شماست. مثلا آقا اینجا پوزیشن میگیرید، با همیشه هم باید این دستگاه رو داشته باشید. اینجا استاپ لاس نمیشه دیگه، استاپ. این عدد رو میبینید 1.44. حالا ما که میبریمش بالا تا 1.5 بره، 1.5 شد. لیورج هم مثلا آقا ما لیورجمون 20، فرقی نداره. لیورج تو این فرمول هیچ فرقی نداره. لیورجتون 100 باشه یا 20 باشه، شما 3% ضرر کنید، فرقی براتون نداره. استاپ لاس هم گفتیم 1.5. خب حالا این فرمول رو میخوایم با هم حل کنیم. میگیم آقا 1.5 با 3 بپره میشه چقدر؟ میشه 1/2. 2 تا 2 هم با این میپره میشه 10 تا، 0 هم با این میپره میشه 100 تا. پس x شد چند؟ x شد 100 تا. یعنی میگه آقا $100 شما باید تو این پوزیشن ببرید تا اگر استاپ شد 3% ضرر کنید. 3%ش میشه چقدر؟ میشه $90. تمام. یعنی الان رفتید پوزیشن گرفتید، با مدیریت سرمایه پوزیشن بگیرید هر چقدر که پول دارید. گرفتید مثلا استاپتون رو میاد میذارید این کف، آره باید بذارید چون جای دیگه ای نداره. اگه حالا اینجا هم میشه، اینجا مثلا زیر اینجا بذارید استاپتون رو میاد میذارید اینجا 4%. با مدیریت سرمایه میرید تو
این نقطه رو فکر کنم بشکنه تا وقتی که ویدیو آپلود بشه، ولی این نقطه ورود میتونه نقطه ورود بعدی نباشه اگر ریسک پذیرید. اگر نیستید بذارید بعد این نقطه بگیرید. این نقطه هم براش نقطه حیاتیه بیت. ببینید الان دارید میگیرید. الان چرا دارید پوزیشن میگیرید؟ برای اینکه این نقطه رو پاک کنم. این نقطه زیاد ببینید اینجا دارید شما پوزیشن میگیرید برای اینکه به اینجا رسید یا با سیو سود بفروشید، یا اگه مثلا دیدید ریورس کرد ببندید پوزیشن رو. دارید برای چیش میگن، دارید زودتر وارد میشید که اگه نشد حداقل با همون سود ببندید. پیشواز دارید میرید، مثل دیروز که اینجا رفتید، مثل دیروز که اینجا رفتید، همینجا میتونید برید همین پایین و دیگه اینجا ضرر نکردید، حتی سود هم کردید. اینا بهش میگن پیشواز. ولی یه پیشوازی برید، چون بیت کوین میتونه بالا. به نظر منم بهتره رو آلت کوین ها برید پوزیشن باز کنید. چرا؟ چون آلت کوین ها خیلی ریختن و میتونن سود بهتری بدن. خب توتال دو رو نگاه میکنیم. توتال دو هم برگشت، خوبم برگشت. اینم مثل بیت کوین، همون این نقطهش میشه اینجا بیت کوین، اون بالاست آلت کوین ها میشن اینجا نقطهشون. این نقطه رو بشونن میتونن پوزیشن خوبی بدن و تا اینجاها مثلا یک کوب بیان. همینجا میشه 20-30% ها. تو آلت کوین ها بعضی از اونها میشه 20-30%. توتال 3 رو نگاه میکنیم. توتال 3 هم همینه دیگه، هیچ فرقی نداره. میاریم اینو بالاتر یکم. اینم همینجا رو باید بشکنه. BTC داتی دیرو نگاه کنید چقدر خوشگل. نگاه کنید اینجا رو اگه یادتون باشه گفتم آقا اینجا میشه پوزیشن گرفت. این نقطه قشنگ دقیق من این نقطه رو براتون کشیدم. این بینو براتون کشیدم، گفتم آقا میشه پوزیشن گرفت و رفت فیک کرد و شما باید پوزیشنتون رو میگرفتید. الانم بد نیست، میشه راحت گرفت. یعنی میتونید برید رو آلت کوینا ترید کنید، پوزیشن بگیرید، چون خوبه، میتونه تا این شف برگرده و بالا رو فیک کرده. بالا یکی از بالاترین وین ریت ها داره. همین استراتژی فیک بریکاوت خیلی خوبه و از اینجا میتونه بریزه راحت. 4 ساعت هم یه نگاهی میندازیم. یکی از نقطه حیاتیاش میشه اینجا. اینجا رو بشکنه میتونه به سمت پایین تا اینجا حرکت کنه. نقطه حیاتی بعدیش میشه اینجا. یا آلت کوین هم براتون تحلیل میکنم. من ریپل رو براتون تحلیل میکنم. این روزانه این سهم بسیار سهم خوبیه، بسیار. یعنی اصلا به نظر من میتونید یه پوزیشن روش داشته باشید. ببین سهمی که انقدر مومنتوم صعودی داره، نگید سهمی مثلا بعضی که تازه وارد بازار شدن میگن او خیلی رفته بالا دیگه سود نمیده. چرا نده؟ پروژه پشتشه، آدمای بزرگ پشت این سهمن و میتونه سود بده. ببین وقتی مثلا یه آدمی مثل ایلان ماسک، مثل آقای جاستین سان و مثل آدمای خیلی بزرگتر پشت این سهم باشن، اون سهم میتونه خیلی بهتره کنه. الان مثلا استیبل کوین های XRP اومده، آقای ترامپ پشتشه، آقای ایلان ماسک هم حتی اومده یکم پشتش، آدمای بزرگی پشتشه. یعنی چی آقا؟ سرمایه تو این خوابیده. به خاطر همین این سهم برید نسبت به سهم‌ها دیگه نکنید بی اون صورت نریخته. نقطه ورودی که من میتونم بهتون بدم این نقطه ورود برای روزانه است. 2.61 این برای روزانه است. بریم پایین تر، میارم پایین نقطه ورود. ببین اینجا هم میتونید وارد پوزیشن بشید، حتی همینجا. ببین همینجا، یعنی اگر اینجا خوب ببنده با شروط شکست. حالا بعد خیلی چیزا رو توضیح بدم، ولی ایشالله آموزش هم شروع میکنیم از چند وقت آینده. ببین شروط شکست یه کندلی باشه، ATR بالا داشته باشه. یعنی چی؟ نسبت به کندلای قبلش بدنه خوبی داشته باشه، حجم خوبی بخوره، ولوم خوبی بخوره. میبینید ولوم خوبی بخوره. 2
بالای این مینورها، بالای این ماجورها ببنده، بالای همین ماجور ببنده، تقریبا بالای این بره ببنده. همین. یکی دیگه هم بود زیاد مهم نیست، بهتون نمیگم. همین دیگه دوستان، تحلیل بیت کوین تمومه. ولی اینجا نقطه خوبیه برای ایکسار. مثلا برید تو 15 دقیقه پوزیشنتون رو یکم بیارید بالا پایین اینجا روی خط و نسبت به چیز و پوزیشن بگیرید. اون نقطه خوب، ورود خوبیه. پیشواز میتونید برید برای بالاتر. همین نقطه خیلی مهمیه براش. همین الان هم داره میشکنه. خب دوستان، تا یه تحلیل بیت کوین دیگه. خدا نگهدار، پرپول و پرسود باشید.